سلام خدمت دوستان عزیزم. میخوایم یه آموزش بسیار بسیار زیبا از دستگاه 1005 بذاریم، باز و بس کردنش و سرویس کامل این دستگاه. با ما همراه باشید. دستگاه ها میخوام براتون کامل باز بکنم. اول از قابای دستگاه 1006 شروع میکنم. دستگاه 1006 به این صورت هست که اول قاب جلوی دستگاه باز میشه. دو تا دونه خار از زیر کار داره. اینا به آرامی بدون هیچ نوع فشاری با دو سو از زیر فشار میشه و این خارها باز میشه. دستگاه رو برش میگردونم دوباره. در دستگاه رو باز میکنم. اینجا چند تا دونه خار داره که مراقب این خار باشین توی در آوردن. آرام این چند تا دونه خاری بود که خدمتتون عرض کردم. اگه یه مقدار فشار بیاره این خارها توی این دهنه میشکنه و بعد کاور شما توی یه جا لغ میخوره. دستگاه ها میچرخونم کامل. درهای بغل رو باز میکنم. شما 3 تا دونه پیچ روی کاور پشت میبینین. دو پیچی که روی کاور هست اول باز میکنم. این دستگاه یکی از مشتریان خوبمون هست، برای سرویس رو بردم توی دفتر. پیچ سومی هم هست که من اینو باز میکنم که دیگه بعدا نخوام دوباره بازش کنم. پیچ ها رو کناری میذارم. با دو سویی که داشتیم آرام زیر کاور گذاشته. کاور رو جدا میکنم. در این قسمت هم یک خار داریم. این قسمت هم یه مقدار دیگه باز میشه. اینو به دست نگه می‌داریم. دستگاه رو برمیگردونم. یک خار هم این زیر داریم. با فلش مشخص شده روی خود کاور. پس 3 تاشو همزمان با هم دیگه باز میکنیم و کاور به آرامی در میاد. توی دستگاه میبینید چقدر دستگاه کثیف و خاک آلود هست. ببینید مشخصه که چقدر این دستگاه کثیف هست. کاور بعدی رو باز میکنم به همون صورت. اولین خار دوم. این قسمت رو میتونید این نقره رنگ رو از اینجا بردارین و بعد خار دوم رو باز کنین. کاور دستگاه کامل جدا شد. پیچ سومی که ما باز کرده بودیم مربوط میشه به قاب فلزی. برای باز کردن قاب فلزی آرام در رو باز میکنیم. این کاور رو به آرامی به سمت بالا فشار میدیم. با یک دو سو دوباره همون قسمت روی خار رو باز میکنیم. کاور فلزیمون هم خارج میشه. کاور رو داریم که کاور رو هم به آرامی به سمت بالا کشیده میشه. این سمت شما یک اهرم دارین. این اهرم مربوط به درایور اصلی هست که کارتریج رو از داخل آزاد میکنه. در همزمان که باز میشه شافتی از این قسمت خارج میشه
و در باز میشه. من این رو هم با سر 2 سو باز میکنم و کاور رو به آرامی در میارم. میتونید کاورها رو جداگونه توی تشت آب شستشو بدین با تاید و ریکا تا کاملا تمیز و براق بشن. قسمت بعدی که باز میکنم برد فرمتر دستگاه هست. یک سوکت داره، سوکت رو اول باز میکنم. به آرامی دقت کنید که لبه های این سوکت خراب نشه. پیچ هایی که باز میکنید با دقت باز میکنید. پیچ های رنگ مشکی مربوط به فرمتر هست. 2 پیچ روی فرمتر، روی قاب اصلی فرمتر که باز میکنم. و یک عدد پیچ کنیک دار که روی برد پاور شاسی فرمتر رو نگه داشته. دقت بکنید پیچ هایی که روی برد ها بسته شده کنیک دار هستن و مشخص. بعضی مواقع دستگاه هایی میاد که از طرف همکارها روی اونها کار کردن. این دستگاه ها مشخص میشه که طرفی که روش کار کرده ناشی بوده و تخصصی در زمینه پرینترهای HP نداشته، چون که رنگ پیچ ها رو کاملا جابجا بسته. دقت کنید برد فرمتر بدون هیچ نوع فشاری از جای خودش در میاد. برد رو جایی بذارین که پیچ گوشتی ضربه چیزی بهش نخوره. این برد پاور دستگاه هست. قسمت فیوزینگ دستگاه. قسمت ها رو دونه بعدون باز میکنم. اول میام و فیش های فیوزینگ رو دونه دونه خارج میکنم. میبینید 4 تا دونه سوکت داره. اینها به آرامی در میان. اگر دیدیم یه مقداری فیش ها خشک هستن با 1-2 سو آرام در میارین فیش رو. دقت داشته باشین که به فیش ها هیچ فشاری نیاد. 2 سو مراقب باشین که رد نشه و به قسمت های دیگه اصابت نکنه. لازم یک کار تعمیرات پرینتر دقت و آرامش هست. این سوکت قرمز رنگ رو هم از این سمت خارج میکنیم. دقت به مسیر حرکت کابل ها داشته باشید. به آرامی کابل ها رو جدا بکنید. دستگاه مشخصی که حداقل 1 سال هست که سرویس نشده، کاملا پر خاک و گرد و غبار هست. یک کابل کوچیک هست نگه دارنده یک کابل سرامیکی فیوزینگ که این رو به آرامی دوباره با 1-2 سو به صورت کشابی از قسمت یونیت خارج میکنیم. فیوزینگ 3 تا دونه پیچ واشر داره مشخصه. 3 تا پیچ رو هم باز میکنم. پس 3 عدد پیچ رو من دوره توی تصویر بدون مشخص نشون میدم. من باز میکنم. اول
پیچ اول، پیچ دوم و پیچ سوم کنار دنده سر هیتر داخل کار هست. سیم ها رو کامل باز کردیم، پیچ ها رو باز کردیم. یونیت فیوزینگ رو من خارج میکنم، آرام به سمت بالا کمی با این باز میکنیم، آرام در میاد. این یونیت فیوزینگ دستگاه هست. بعدا فیوزینگ رو کامل براتون باز میکنم و کامل توضیح فیوزینگ رو براتون میدم. یونیت فیوزینگ رو هم کنار میگذارم. میام قسمت درایور دستگاه رو میخوام باز کنم. درایور دستگاه هم داره چند پیچ هست، 1 2 3 و 4. این درایوری هست که تمام دنده های اصلی و محرک دستگاه توی این قسمت تعبیه شده. 4 پیچ رو به آرامی باز میکنم. حالت گرفتن دستگاه توی دستم به خاطر این هست که من ایستادم. اگر شما مسلط هستین به صورت نشسته بخواین دستگاه رو باز بکنین، باید دستگاه روی میز کامل قرار بگیره. ولی ما برای اینکه تصویر بهتری داشته باشیم برای شما عزیزان، مجبور هستم که ایستاده کار رو به اتمام برسونم. خب آرام کاور روی درایور رو باز میکنم. دنده ها رو ببینین، با دقت به ذهن خودتون بسپارین. دنده های درایور اصلی نام خاصی ندارن. دنده ها حالا با نام 1 قلو یا 2 قلو تعریف شدن توی بحث تعمیرات. دنده ها اغلب 2 قلو هستند. دنده های اصلی درایور و دنده مصرفی اون دنده یه هست که درگیر هست با سر فیوزینگ. دنده 8 قلویی که بسیار مصرفی هست و اینجا هم میبینید که این دنده خراب شده، دنده کاملا خورده شده. این دنده هم باید تعویض بشه بعد از سرویس و تمیز شدن دستگاه. قسمت بعدی دستگاه که ما داریم قسمت پیکاپ یا کشنده کاغذ هست. توی این دستگاه پیکاپ اینقدر کار کرده و دستگاه سرویس نشده که نیاز به تعویض داره. شافت ها رو میتونیم باز بکنیم، از اون قسمت سرویس بکنیم و روغن کاری بکنیم. ولی من فعلا پیکاپ رو باز میکنم. دقت داشته باشین 2 عدد خار نگهدارنده کنار پیکاپ قرار داده، یکی این سمت و یکی سمت راست و یک سمت چپ. این دو رو همزمان به 2 طرف بیرون فشار میدین. پیکاپ خودکار به بیرون پرتاب میشه بدون احتیاج به هیچ نوع فشار یا سختی. میبینید پیکاپ چقدر خاک گرفته و روی اون سطح اون خیلی خیلی لیز و لغزنده شده. پیکاپ باید آج داشته باشه تا بتونه کاغذ رو راحت بکشه بالا. پس پیکاپ هم بایستی تعویض بشه توی این کار. قسمت بعدی برد پاور هست. برد پاور دستگاه رو من باز میکنم. دقت داشته باشین کابل ها بدون هیچ نوع کش اومدن و فشاری باز میشن. چند تا دونه سوکت داره، این سوکت ها رو هم باز میکنم. این برق لیزر هست و کابل های فلت رو دقت داشته باشین به آرامی با 1-2 سو و کابل های فلت هم به آرامی بدون اینکه سر اون خراب بشه
با دقت باز میشه. چند تا پیچ روی بورد هست. گفتم خدمتتون که پیچ هایی که روی بورد هست کنیکتور هستن و مشخص. دقت داشته باشین توی باز و بست که پیچ های هر قسمتی یک رنگ و یک مدل هستن، یعنی با هم متفاوتن. دو تا پیچ روی این قسمت روی خود بورد و دو پیچ هم نگه دارنده به شاسی، کنیکس تاده‌ای و واشردار معمولی که قسمت پایین بورد هست. باز میشه. این بورد یک پیچ دیگه هم باید داشته باشه که این قسمت هست. بورد به آرامی جدا میشه. از پشت بورد هم مشخصه که چقدر این دستگاه کثیف و گرد و غبار آلود و خدمتتون بگم که مشخصا کامل هست که چقدر خاک داره و چقدر این دستگاه کثیفه. قسمت بعدی که میتونیم از روی این دستگاه باز بکنم خدمتتون دستگاه قسمت یونیت لیزر هست. برای رسیدن به لیزر کاور رو من باز میکنم، یک کاور فلزی. که دارای چند پیچ هست. توی دستگاه توی سرویس معمولی نیازی به اینکه بخوایم ما لیزر رو باز بکنیم نداریم، ولی توی این سرویس جنرال سرویس به خاطر این دستگاه خیلی خیلی کثیف هست مجبوریم که لیزر دستگاه رو هم باز بکنیم که لیزر میدونند دوستان عزیز همکار که لیزر تأثیر بسیار بسیار زیادی در کیفیت چاپ داره. این قاب فلزی رو به دقت بدون هیچ نوع فشاری به آرامی باز میکنیم. قاب فلزی هم خارج میشه. لیزر دستگاه و موتور درایور اصلی دستگاه رو مشاهده میکنیم. موتور درایور اصلی و لیزر. من لیزر رو هم به آرامی باز میکنم. باز هم تاکید میکنم که توی تعمیرات دقت و آرامش. روی لیزر 4 تا پیچ واشردار هست، واشردار بلند، دقت بفرمایید. سعی کنید پیچ گوشتی که استفاده میکنین این پیچ گوشتی داره سر آهن ربایی باشه. اگر پیچ گوشتی شما آهن ربایی نیست، با گذاشتن اون به آهن ربا به صورتی که چند ساعتی به آهن ربا باشه این پیچ گوشتی شما آهن ربایی میشه. کابل فلت لیزر رو من در میارم و یک کابل دیگه هم داره، کابل برقش هست، اون رو هم خارج میکنم به آرامی. لیزر هم باز شد. این هم لیزر. بعدا من باز کردن لیزر رو هم مثل فیوزینگ برای شما به نمایش میگذارم که کاملا در پرینتر 1006 تخصص پیدا بکنید برای باز و بست کردنش. دستگاه کامل باز شد. میتونیم یک قطعه دیگه از دستگاه رو هم باز بکنیم
و اون قسمت کلاج پیکاپ هست که من بعدا عیب های اینها رو دونه دونه بعدون توضیح میدم. یه دونه پیچ بزرگ میبینید داخل تصویر، این پیچ باید باز بشه تا این سولنوید یا بوبین یا کلاج کامل خارج بشه و سرویس بشه و بعد بسته بشه. وقتی که ما توضیح میدیم یا توی فاکتور همون می نویسیم جنرال سرویس، اغلب دوستان نمیدونن جنرال سرویس چیه. جنرال سرویس یعنی این کار کامل باز کردن دستگاه و شاسی کردن دستگاه. یک قسمت دیگه از دستگاه رو من باز میکنم، قسمت پد پیپر هست، قسمتی که بسیار بسیار کاربردی هست در بحث کشیدن کاغذ. سرویس تک تک قطعات رو به نوبت بعد من توضیح خواهم داد. باز کردن قسمت های دیگه لازم نیست مگر اینکه توی سرویس دسترسی ما بهشون نداشته باشیم. میتونیم در پشت رو هم باز بکنیم در صورت نیاز اگر که دستگاه مشکلی دیگه. این دستگاه 1006 بود که اول کار شما مشاهده کرد. دستگاه انشالله باد گرفته میشه، سرویس داخلی خود دستگاه انجام میشه. توی این قسمت خدمتتون عرض بکنم که این دستگاه وقتی که میخواد باد گرفته بشه حتما باید بورد ها جدا بشن، لیزر جدا بشه، فیوزینگ جدا بشه و بعد باد گرفته بشه. دقت داشته باشن اگر بورد ها روی دستگاه باشه و باد گرفته بشه به دلیل داشتن الکتریسیته ساکن باد، بورد ها احتمال اینکه اتصالی بکنن و بورد شما بسوزه بعد از باد گرفتن خیلی خیلی زیاد هست. دستگاه رو کامل شاسی کردیم و بعدا انشالله برای بستن دستگاه بعد از سرویس اولیه در خدمتتون هستیم.